این مرد به آرومی گوشت ماهی جلوش رو لمس کرد و بعد در عرض چند ثانیه تمام استخوان‌های توی ماهی رو درآورد و به صورت دادش به آشپز مقابلش و اون شروع کرد به برش دادن ماهی و به تیکه‌های کوچیک‌تر خوردش کرد. همه از مهارت آشپز شگفت زده شده بودن، اما مرد باز هم به این راضی نشد و آشپز رو به یه مسابقه رسمی دعوتش کرد. توی روز مسابقه آشپز به صورت دست به کار شد و پوست اردکی که جلوش بود رو درآورد و داخل اون رو پر از سبزیجات مختلف کرد و روش از یه لایه نمکی پوشوند و بعدش اون رو سرخش کرد و در نهایت اون رو به داورها داد تا از طعمش بچشن. خیلی زود آشپز دوم هم کارش رو شروع کرد و شکر آبش کرد و یه شکلات پولکی ساخت و بعدش یه لایه آناناس ته ظرفش گذاشت و دسری که درست کرده بود رو روی آناناس قرارش داد و بالاخره لایه شکلات رو روی دسر گذاشتش. خیلی زود دسر مرد هم آماده شد و اون رو برای چشیدن داورها برد. داورها به 2 تا غذا امتیاز یکسان دادن و حالا آشپزها مساوی شده بودن. پس داورها تصمیم گرفتن بر اساس ظاهر غذاها بهشون رأی بدن تا برنده رو مشخص کنن. بر اساس ظاهر غذا مرد موفق شد برنده مسابقه بشه. فردای همون روز و بعد از مسابقه مرد متوجه شد اسپانسرش به داورها پول داده تا اونو قهرمان اعلام کنن و قهرمان اصلی آشپز بوده. مرد با فهمیدن این همون شب آشپز رو پیداش کرد و ازش خواست با هم یه تیم تشکیل بدن و توی مسابقات جهانی آشپزی شرکت کنن. آشپز قبول کرد و اونها توی مسابقات شرکت کردن. همه آشپزها شروع به درست کردن غذاهاشون کردن. جاسم و سعید هم همزمان با اونها دست به کار شدن و یه دسر کره‌ای رو برای داورها درست کردن که با شیر سویا درست میشد. بعد از چند دقیقه همه آشپزها غذاهاشون رو درست کردن و آماده خوردن بود. داورها از همه غذاها چشیدن ولی با دسر جاسم و سعید از همه بیشتر حال کردن و اون رو به عنوان برنده مسابقه اعلام کردن.